سلام و عرض ادب خدمت شما رفقای عزیز. اومدیم با یک آموزش بسیار کاربردی که چطور بتونیم توسط نرم افزارهای گوگل ارث و گلوبال مپر منطقه رو توپوگرافی کنیم. ما به عنوان مهندس نقشه بردار حتما باید این تکنیک ها رو بلد باشیم. این تکنیک معمولا تو پروژه‌ای که تو فاز 0 و 1 هستن و تو قسمت مطالعاتی هستن بسیار کاربرد داره. همونطور که حالا من داخل اینستاگرامم گفتم عدد دقیقی به ما نمیده ولی کار رو اندازه. حالا من میخوام منطقه فیلبند رو برای مثال با هم دیگه توپوگرافی کنیم. حالا من سرچش میکنم تا بیاد. همونطور که گفتم معمولا تو قسمت فازهای 0 و 1 پروژه کاربرد داره و میتونیم مساحت‌های بسیار زیادی رو توسط این نرم افزار تو سرعت بسیار کم توپوگرافی کنیم. حالا این منطقه فیلبند بسیار کوهستانیه و اینکه تو مرحله اول ما باید اون منطقه‌مون رو به گوگل ارث تفهیم کنیم که بگیم آقا ما میخوایم این منطقه رو برای ما توپوگرافی کنیم. حالا چیکار میکنیم؟ وارد قسمت پلیسز میشیم و یک نیو فولدر درست میکنیم و حالا اسمشو میدیم فیلبند. اوکی میزنیم. خب حالا که پوشمون ساخته شد وارد قسمت اد میشیم و رو گزینه پلیگان کلیک میکنیم و همونطور که میبینید موس من تغییر کرد و به این حالت در اومده و ما تو این مرحله باید اون منطقه مونو به این صورت انتخاب کنیم. خب تو قسمت استایل و کالر میتونیم قطر اون خطی که حالا دور منطقه‌مون کشیدیم رو مشخص کنیم. حالا من رو 5 میذارم. تو این قسمت کالر هم میتونیم رنگش رو به زرد تغییر بدیم و همونطور که میبینید منطقه‌مون انتخاب شد. حالا تو این مرحله باید منطقه‌ای که سلکت کرده بودیم رو سیوش کنیم و تو نرم افزار گلوبال مپر ظاهر کنیم. حالا طریق سیوش به چه صورتیه؟ میایم وارد این قسمت میشیم و رو گزینه سیو پلیس از کلیک میکنیم. اسمش هم میذاریم دوباره همون فیلبند سیو. حالا وارد نرم افزار گلوبال مپر میشیم و روی این قسمت اوپن دیتا فایل کلیک میکنیم و اون فایل مد نظرمون رو ظاهر میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید اون منطقه‌ای رو که تو نرم افزار گوگل ارث سلکت کرده بودیم و تو این نرم افزار اومدیم ظاهر کردیم. تو مرحله اول باید به این نرم افزار تفهیم کنیم که آقا تو چه مختصاتی داری. برای اینکه تعیین مختصات بشه ما وارد قسمت تولز میشیم و روی این گزینه کلیک میکنیم. وارد قسمت پروجکشن میشیم و همونطور که میدونید سیستم مختصاتی که ما توش قرار داریم UTM رو انتخاب میکنیم. اینجا زون منطقه‌مون هم مشخص میکنیم 38 ما 38 نورس و دیتامون هم WGS 84. اپلای میزنیم اوکی میکنیم. خب حالا باید تو این مرحله نقشه های هوایی منطقه‌مون رو دانلود کنیم که به دو صورت قابل انجامه. یکی همین علامت کره زمینی که میبینید رو میتونیم کلیک کنیم و دانلودش کنیم و یکی دیگه هم وارد قسمت فایل بشیم دانلود آنلاین ایمیجری رو بزنیم و حالا یکم صبر میکنیم تا بیاد. توی این مرحله ما باید ماهواره‌ای که میخوایم حالا عکسمون رو ازش دانلود کنیم و انتخاب کنیم. من SRTM رو میزنم کانکت. خب اینم عکس منطقه‌مونه. حالا باید منطقه‌ای که مشخص کرده بودیم توسط نرم افزار گوگل ارث این بار داخل گلوبال مپر هم مشخص کنیم. برای این کار وارد قسمت تولز میشیم و رو گزینه دیکتیزر و همین علامت مدادی که داره کلیک میکنیم. اوکی راست کلیک میکنیم و وارد قسمت اریا میشیم و اون منطقه‌مون رو به صورت حدودی، قطعا نمیشه به صورت دقیق در آورد، مشخص میکنیم. یکم زوم میکنم تا خطوط برای من مشخص باشه. همونطور که مشاهده میکنید اون منطقه رو سلکت کردم. حالا راست کلیک میکنیم و یه اسمی براش مشخص میکنیم. حالا من 1 میذارم اوکی و دقیقاً حالا نه دقیق یه مقداریش کمتر بیشتر انتخاب شد. حالا باید منحنی میزان این منطقه‌ای که مشخص کرده بودیم و همون چیزی که در واقع میخوایم رو مشخص کنیم. به چه صورتیه؟
وارد قسمت آنالیز میشیم و این لوگویی که میبینید در واقع که شبیه منحنی میزانم هست کلیک میکنیم و اینکه باید تعیین کنیم که منحنی میزانمون چند متر باشه که تو این قسمت کنترل در واقع باید مشخص کنیم که حالت بای دیفالتش فکر کنم رو 100 متره، ولی حالا ما مثلا رو 10 متر تعیین میکنیم و مشخص میکنیم. رو گزینه اوکی میزنیم و منتظر میمونیم تا در واقع منحنی میزان ها به وجود بیان و شکل بگیره. من نقشه توپوگرافی این منطقه رو از قبل داشتم و اعدادی که به ما داده تقریبا نزدیک به اون اعداد هست، ولی نمیشه به صورت دقیق اینا رو در نظر گرفت و حتما باید توسط ابزارهای نقشه برداری اندازه گیری بشه. ولی تو مراحل 0 و 1 پروژه که حالا قسمت مطالعاتی هست بسیار کاربردیه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و این نکته‌ای که یادم رفت میشه این نقشه رو داخل نرم افزارهای سیویل 3D و همچنین گوگل ارث نمایش داد و روش کار کرد. امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونید تو پروژه‌تون ازش استفاده کنید. خیلی مخلصم.